ناامیدی خود را در میان شعله‌های آتش انداخت. برادر وی اشورپالیت باقی مانده نیروها را منظم کرد و از نینوا گریخت، شهری که زمانی نام آن ترس در دل همگان میانداخت این چنین در آتش خشم متحدین میسوخت. اشورپالیت با باقی مانده نیروهای آشور به حران گریخت. نیروهای متحد ماد و بابل پس از غارت کردن شهر نینوا و نابودی کامل آن به تعقیب اشورپالیت پرداختند. در حران نبرد دیگری بین دو طرف در گرفت که این بار نیز متحدین پیروز شدند. اشورپالیت به کرکمیش پناه گرفت و از پادشاه اورارتور درخواست یاری نمود. این کار باعث شد که هوخشتر با نیروهای خود به اورارتور لشکرکشی کند تا جلوی رسیدن نیروی کمکی را بگیرد. در پی این رویداد اشورپالیت از مصریان کمک خواست و توانست با یاری ایشان تا سال 610 پیش از میلاد در برابر نیروهای متحد مقاومت کند، اما چاره‌ای جز قبول شکست نداشت. او بار دیگر در سال 605 پیش از میلاد تلاش کرد با کمک نیروهای مصری کرکمیش را بگیرد، اما نتوانست.